با نام خداوندی که بر ما جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران اهل اسلام و هواداران شبکه کاروان عمر. با شما هستم ابو مدثر. دوستان عزیز، نواری که شما دیده استید، دختری تقریبا 15 این که 17 ساله توجیک میخواست خودش را خودکشی کند. یکی از بناهای شهر دوشنبه از آشوب اینهم و زمین بپرتاید، اما خوشبختانه یکی از کارمندان میلیسیا و یک جوان را نجات دادند. خوب نوار را تماشا میکنیم، بعداً باز صحبت خود را دوام میدهیم. مردانی که از ضعیف بودن مردانگی خود اذیت میکشند و میخواهند که زودتر از این بیماری خلاص شوند، پس مشکلی همه مردها حل شد. ایکومینیا پاستا برای بیماری پروستات، برای خون گرفتگی و مردانگی را با قوت کردند. سمی اوان برای بزبالشوی و فربه شوی از 10 تا 15 ویس. فدزار کسانی که میخواهند خودشان را خراب کردند از 10 تا 15 روز. مز برای ساعت همخوابگی را دراز کردند از 20 تا 45 دقیقه. جوانهایی که میخواهند ریش برآورند و شخصانی که می سرشان میریزد، مینوکسیدیل نتیجه اش را در طول 3 ماه میبرد. شرکت داروهای گیاهی همراه شماست و تمام شهر روسیه دستکه داریم و کسانی که میخواهند ای مترو دسترس کنند، پس تا مترو دستکه ما بپول است. خب شما که نوار را دیدید، چرا این دختر میخواست خودکشی کند؟ چرا امروز بین جوان دختر و جوان پسران چنین حادثه ها و خودکشی میکنند و این خیل میکنند و رنگبری ها زیاد شده است؟ در سامانه های اجتماعی ما میبینیم، میشنویم، اما در زندگی نیز در حیات این حادثه ها چرا بسیار شده است؟ شاید عاشق شده باشد، شاید که همان دوست پسرش کیدت کرده باشد، فریب کرده باشد. و شرط نیست که دست به خودکشی بزنند. این سخن‌هایی که امروز ما میشنویم، نمیتونم، زندگی برای من در کار نیست، فلان بمدان، اینها همه سفسطه هستند. ای برادری که از پشت یک دختر آماده به همه ای کار هستی، ای خواهری که از پشت یک برادر، از پشت یک پسر میخواهی که خودکشی کنی. هر آن چیزی را که پروردگار نصیبت کرده باشد آن همان میشود، خواه دوست پسرت باشد، خواه دیگر پسر باشد. برای این پسران خواه دوست داشته، یعنی که دوست دختری خود باشد یا اینکه دیگر دختر باشد. عاقبت آن همین است، عاشقی که امروز هیچ مهر و محبت بین عاشقان است. پدر و مادرها کجا نگه دارند؟ پدر و مادران برای تعلیم تربیت فرزند به نهایت به توجه شدن، به اهمیت شدن نمیدانند و خواهش دانستن هم نمیکنند که فرزندهایشان با چی کار مشغول هستند. از همه شما خواهش میکنم که پدران، مادران عزیز، به توجه نباشید. برای این دختران خود، برای این پسران خود اهمیت دهید که فردا سر شما را خم نگرداند. خداوند همه این پدران را، همه این مادران را در پناه خودش نگه می‌دارد و از این خیل حالت هایی که، از این خیل مصیبت هایی که از سوی فرزندهایشان سخت‌ترین ضربه به آنها میرسد پناه می‌دارد، نگه می‌دارد.